بموشک و بالافران گف و هشیارین هشک ایران و امریکای لسر آخا سوریای پفدکون چه دقومه؟ هزم بسر ایرانی و بارگهن امریکای لکارگها کونیکو و زوین پترول ین العمره ین لدیرا زوره به بالافرو موشکان دان برهف. وزارتا پاراستنه یا امریکای پنتاگون راگهاند کو بارگها که هف پیمانا ناف دولتیه لنزیکی حسکه به درونکه هاتیه بمباران کرن. ده انجام ده کارمندکی امریکایی ده کشتن و 5 لشکرین و بریندار دبن. هر وکی هزین گریدای ایرانی بارگها امریکایی یالکن ده کسک به 10 موشکان بمباران دکه. فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک حسده مظلوم عبدی گوت که او ایرشال دش هزین امریکایی شرمزار دکن و ده هفکاریا حسده لگل امریکای دام بکه. هروها حسده اشکره کر و باجارو که زیبان یگردای دیر آزوره جهیلا هریمن حکومت شامی به دهین جاران هات کو باران کرن و ده انجام ده جنک و زاروگا خواه بریندار بون. هف پیمانا ناف دولتی به داخلیانی که راگهاند که ایریشن بویرنگی یجیانا ولاتین هرمه و لشکرین امریکایی ایخ جرما ترسیتا مسن. هزین امریکایی برسوه ددن ایریشن ایرانه. بالافرین امریکایی بارگهن سپایا پاسداران این ایرانی لروجلات سوریای بمب باران دکن و لگو راوانگها سوریایی یا مافی مروفان 11 چکدارین گریدای ایرانی هاتنه کشتن. هشیارین توجو هشک سروک امریکای جو بایدن هشیاری دا ایرانی کوه امریکا بروانی دبر لشکر ولاتین خوده بگه. لکه لکاوی هزم بسر ایرانی و گفل امریکای خوارن و هز هیکو برسوه بدن هر ایریشکا امریکایی. ارتشا امریکای جی اشکره کر که سال 2021 و ایران 78 جاران هزین امریکایی کریا ارمانجا ایریشان. بنیریناتا وی راگشیادنا برا امریکا و ایران یا لسر عردا سوریایی بگی هجا قولاغه که چاوا.